خب کریمی امروز اومدیم کجا؟ اومدیم اغذیه مخصوص دعا که غذاهاش اکثرا هندی و پاکستانیه. ساعت چند؟ ساعت 8:30. ما چون عید سنگینی داشتیم دیشب یکم استراحت کردیم. چرا؟ چون فردا فستیوال دیگه. فستیوال دیگه شروع میشه. گفتیم امروز استراحت بکنیم. میبریمتون اول اغذیه فروشی دعا، یه چند تا چیز امتحان میکنیم، بعدش احتمالاً بریم محل برگزاری فستیوال. بچه‌ها ببینیم اونجا چون دارن صندلی و چیزا اینا رو میذارن کمکشون بکنیم. یکم یه چیلی بکنیم با هم دیگه تا فردا که دیگه فستیوال شروع بشه و بهتر کنیم. خب بریم داخل غذا فروشی تا ببینیم غذاش چیه، منوش چیه و غذای پاکستانی بخوریم. خب آقا ما اینجا آشنا شدیم با آقا محمد عزیز که محبت کردن تشریف آوردن یه توضیحات در رابطه با غذای هندی و پاکستانی که اینجا طرح می‌کنن به ما بدن. آقا محمد از چه غذایی شروع کنیم؟ از غذای کرایی هست. کرایی یه غذای هندی پاکستانی خالص نیست. یه غذایی هست که کلا مردمان جنوب شرق آسیا و استفاده میکنن بنا به فرهنگشون، نمونه‌های مختلف، ادویه‌های مختلف. دقیقاً نه مهمتر از همه کرایی به این ظرف گفته میشه. دیدین چینی‌ها تو این درست میکنن، اونا هم کرایی درست میکنن. یعنی هر چیزی که تو این ظرف پخته بشه بهش میگن کرایی. یعنی اینکه تند بودن و این چیزا ملاکی کرایی بودن اصلا به هیچ عنوان. کرایی به خورشی گفته میشه که داخل این ظرف داخل ظرف کرایی. ما عمده مدلاشو یه جوری تقریبا ایرانیزه‌تر کردیم، تندیشو آوردیم پایین‌تر و مردمان بلوچ مخصوصا مردمان منطقه مکران از دیرباز کرایی رو استفاده میکنن برای به فرهنگ. حالا اینجا موجود 3 نمونه شده ولی نمونه‌های بسیاری هست. مثلا میگوش هست، شعبه دوممون رستوران دعا اگر وقت کردید تشریف ببریم میگو و ماهیش هم هست اونجا. اینی که برد کرایی قرمز بود، این کرایی سفیده که با لبنیات و یه چیزی شبیه چیکن استرگانوف تقریبا ولی با ادویه. فکر کنم شبیه چیزم باشه، شبیه پاستا آلفردو. من دقیقاً آره یه کوچولو مزه آلفردو. آره سسش مزه سس آلفردو رو میده. دقیقاً این سبزش هست که با سبزیجات درست میشه و گوشت و مرغش حالا با مرغ دیگه حتما باید ساخته بشه یا نه گوشتش هم هست ولی بیشتر با مرغ و این نمونهش هم که همون قرمز بود که دوستمون آماده کرد. و از غذاهای دیگه‌مون یه دونه نون ساندویچی کباب لقمه‌ای داریم شبیه آره مشابه شاورما درست میشه ولی کوچیک‌تره و نمونه‌های مختلفی داره. یه نمونه با طعم مایونز. اصالتا اینا مال همین منطقه است. سیستان. آره نونش ولی کبابش نه، کبابش اصالتا پاکستانی. نمونه‌های ملایمش مال اینجاست، نمونه‌های تندش رو از اونجا گرفتیم و خیلی خوبه. نمونه‌های بعضیش پیاز داره، بعضیا کاهو کلم داره. مثلا برای هر ذائقه‌ای میتونین راضی بکنید. دقیقاً. قسمت غذاهای فست فودی و کبابمون هم اون قسمت چیکن تکه یکی از کبابای معروف و پرطرفدار هست که با رون یا سینه مرغ درست میشه و یه کوچولو اسپایسیه. کلاً این هم کباب جنوب علاقه زیادی به تندی داره. دقیقاً این کباب ملایمون هست. کباب ملایی همون کباب ملایممون هست. با ما ساخته میشه تقریبا شبیه کباب لاریه ولی تفاوتایی داره. مثلا ذائقه‌اش فرق میکنه و یه ذره خامه میخوره، ادویه‌های مخصوص خودش رو میخوره ولی به هیچ عنوان تند نیست. یعنی یه بچه کوچیکم میتونه بخوره. اینا هم رون هست، قسمت‌های رونش سینه همشون با ادویه مخصوص خودشونن دیگه. اکثرا هم که تندن. درسته؟ اکثر نه ملایی یا تند نیست. ملایی فقط. بله. درسته. و عرضم به حضورتون قسمت دسر هامون هست، قسمت شیر چای هست که دسر مخصوص چابهار چی میتونه باشه؟ بفرمایید خدمتتون عرض بکنم. درود بر شما. این قسمت دسر هامون هست. دسر هامون شیر پسته هست یا معجون که بهش میگیم معجون مخصوص دعا. خیلی پرطرف داره و شیر و پسته. آره یه نوشیدنی انرژیزای با غذا اینا رو بعد بخوری. نه اینو بعد از غذا بخوری چون شیرینه. سیری کاذب قند خونو یهو میبره بالا، احساس سیری میکنه. این شیرمکس هست. این شیرمکس هویجی هست. این هم یه حلوای مخصوصه به نام حلوای حبشی یا
اون شیر میکس ها با چی ساخته میشه؟ تقریبا شبیه یه چیزی بین شیر برنج و بستنیه. شیر برنج و بستنی. دقیقاً. این هم همون نمونه از هویجیشه. این یه نمونه حلواست و رسگلای مخصوص که چی هست این؟ رسگلا با شیر درست میشه. رسگلا. اینا همه با شیر درست میشه. همه کلا لبنیاتیه. بله. اون حلواتون بیس کاریش چی هست؟ شما اونم حلوای شیره. سمت اونم ما خودمون شیر و پسته. آره. یعنی من خودم فکر می‌کردم آرد داخلش. آره ما حلوایی که می‌سازیم با آشپزش که صحبت کردم به هیچ عنوان میگفت من آرد استفاده نمی‌کنم. همه شیر. یعنی شیر شیر خشک. خیلی جالب. اینقدر این ظرف‌کوشیکا می‌بینید که اینا ربریه. این ربری سنتیه. اینم بعد از غذا استفاده می‌کنن. خیلی پرطرفداره. شیرینه اینم یا شیرینه چیزاش؟ یه کوچولو شیرینه. بفرمایید داخل. بفرمایید. رون تنوری هم این غذاهای فست فودیشون. بله. این غذاهای فست فودیمون هست. ریم پیتزا، رول پیتزا، سوخاری. این تنورچه مرغمون هست. تنورچه رون مرغ با پلو مخصوص. این هم ادویه مخصوص خودشه داره. بله این اصلا تند نیست. به هیچ عنوان تند نیست. البته کبابی ها یه ذره اسپایسیش بیشتره ولی این نمونه تنوریمون یکم ملایم‌تر هست و این هم قابلی پلو، یه پلو مخصوص سنتیه که تو ایران و پاکستان و ما از بوشهر اومدیم. خب از وقتی که پامونو گذاشتیم توی شهر قشنگ چابهار یعنی واقعا جذب غذاهاتون شدیم. اینقدر این غذاها خوشمزه، ادویه‌های خوبی داره که آدم لذت میبره. حالا به پیشنهاد خودتون ما چی بخوریم؟ والا من میگم رون تنوری هست. کباب اگر غذای اسپایسی دوست دارید، رول ملایی و اگر غذای گوشتی دوست دارید بیف رول. بله. چون ما چیز زیاد خوردیم. چی بود اسمش؟ کرایه. من اسمش نمیدونم. کرایه زیاد خوردیم ولی مرغ تنوری سفارش بدید. یه چیز متفاوت می‌خوام از رول هام. رولا؟ آره. خب بریم سمت رولا. بیف رول، مایو رول، چیکن رول و ملایی. اینا فست فوده ولی همشون طبخشون مخصوص خودتونه. یعنی دیگه رسیپی خودتونه. رسیپی مخصوص خود رستوران اغذیه دو است. دو تا شعبه دیگه هم داریم. یه شعبه صبحانه سنتی میده خیابون حافظ. اون رو از ساعت 8 تا ساعت 11 میتونین. این شعبه هم میخواین آدرسشو بگین تا بچه‌ها خیابان حافظ بعد از حافظ 17 شعبه 2 اغذیه 2 و رستوران 2 بولوار امام روبروی بانک تجارت که خیلی عالی. دم شما گرم. انواع غذای سنتی رو قربان خیلی شما. در خدمتتون هستیم. برقرار باشین. چکم پر برکت باشه. موفق و مؤید باشین. کرمی جون خیلی چیز سفارش دادیم. خیلی اندازه 8 نفر غذا تمام گرفتیم. رولا رو سفارش دادیم. یه رون گرفتیم، رون کبابی، یه دونه پیتزای مخصوص خودشون پاکستانی پیتزا. بعد دیگه پکیج سوخاریشون رو گرفتیم. پکیجشون رو گرفتیم. بعد دسر هم که دیگه میذاریم بعد از بعد دسراش سنگین و شیرین. آره همش با لبنیات. ولی خب میزنیم آقا میزنیم. زشته آقا. برحال بعد نشونتون زشته. از بوشهر اومدی اینجا کم بیاره. فقط ناراحتم کسایی که دارن ویدیو رو میبینن مثلا کم گشنه باشن، چیزی نخورده باشن، پوچی چیزی به اون ندن یه وقتی. زشته. گشنه. نه ولی شیر با خود اگه دستم بود تا تو چشم همتون رو میوردم. دسر بعد مثلا فست فودشون شیر پسته میخورن. خیلی عجیبه. میخوام امتحان کنم ببینم چجوریه. بعد از مثلا یه غذا دسر رو مثلا یه لبنیات طور مثل شیر بخوری، ببینم چه ترکیبی داره. بریم ببینیم چی میشه. خب کرمی جون. این پیتزامونه. درسته تا وایدش کنم. این پیتزامونه پیتزای مخصوص مرغمونه که با ادویه مخصوص خودشون ساخته میشه. پیتزای معمولی نیست. این هم از رولامونه. رولا یکیش چیکن مایو روله، یکیش چیکن روله، یکیش هم یه رولیه. رول جالب بود. توش مرغش سوخاریه. آره. بیف رول هم داشت ولی خب تموم کرده بود نداشت. از هر کدوم اینا نصف نصف می‌کنیم می‌خوریم هم ببینیم چی به طعمش چجوریه. آره حالا که نگاهش می‌کنم فکر کنم سیر میشیم. نمیشیم؟ نه کوچیکه. خب بریم ببینیم چی میشه. تو نگاه سایز رول. بذار همش بیاد بنظر. همش سرد میشه. نه سرد نکن بخوریم. نه اینو می‌خوریم و اونا هم بیا. بریم. نگاه کارو. چه شد؟ تونده؟
اینی که رضا داره غذا میخوره این رون کبابی اومد، اینم باز تنده. واجی چه خوشمزه یا تند و خوشمزه. اوه اوه ببینیم واقعا اوه های تنده. خب چابهار با اختلاف بهترین غذا ایران رو داره. بهترین اصفهان، شیراز، بوشهر، هیچ کدوم به پاش نمیرسه. تصمیم گرفتیم که برای که سرد نشه اول تک تک هر کدوم یه ذره بخوریم، معرفیش بکنیم، بعد دیگه با خیال آسوده غذامون رو بخوریم. حقیقت خیلی وایسم یه دقیقه ما چی بگم، خیلی خاطرتون برام عزیزه که موقع غذا خوردن دارم ویدیو میگیرم، اون موقع غذا خوردن کلامی صحبت نمی‌کنم. بابا نامرد بذار تا ما بیارم. چطور بی؟ کو یکی هم من بخورم. این یه ذره سس بذارش. وای چیه؟ این فکر کنم مایوه. ها؟ مایوه. ماهی چیکن مایو. خیلی خوشمزه. دوربین اینجا بکاریم. دوربین نمیتونیم بکاریم. بعدی این نونش روغنیه و بهش چسبیده. بکاریش نمیشه خیلی کرد، اما وای اینا خیلی خوشمزن. این چیکن بود. این چیکن مایوه. او چی بود؟ ها. این بهتر بود یا قبلی؟ جدی؟ کوکو بده بیا وایس بیا تو خدا بابا من اینو تو سس میزنم یا نه نمیزنم. حرف نداره اصلا غذا اینجا، حرف نداره. از اون غلظت ادویه و طعمشون خیلی خوبه. اینو تو باز کن. اینو من باز کنم؟ نه اینجوری نمیاد. نونشو اوه اینجوری اومد. عزیزم داغه یا خوبه؟ نه این گوشه. گوش ندارم که. وار از گوش داشت. بیا گوش ده. بیا گوش تست کنم. به من گوش دوست ندارم. حاجی اینو اگر بخور. خوش اومد. حاجی اینو بخور. یعنی بازم گوش دوست نداشتی ما صورتم اینجوری میکنم یکی بزن تو صورت. نزن اینا. نمیشه گفت دوست ندارم اصلا. حرف نداره. رون سخاریش که من این تیکه رو با اینکه فرعی خیلی دوستش داره. وای نه نامرد نشو. یه تیکش گاز بزن یا یه تیکش هم بده من گاز. خیلی فرقی نداره. با همون یکی ادویه یا تنده. تندتر اون. آره و یعنی همون این انگوش رانی داره میجوری دور. مثل مرغ کنتاکی ها ولی ترتر و ادویه‌تر. حالا اونا رو بیا. اینو خالی دست کنم. انگشت هم کثیفه، مهم نیست. با سخاری بقیه فرق داره؟ میدونم مرغ توشه ولی نمیدونم چیه. تفاوتشو با سس شاید بفهمیم. این سسه بهت توضیح بدم. دو تا سس دارم. این سسه ترشه. سس چیه اینو نخورم. بیارم بهت نشون بدم. این ماینوسور دارم. پری مرغ. این نشونش بده. پری مرغ. خب مرغ سخاری ادویه و ایناست و دیگه مربعیه دیگه. من اینو جدا میکنم برای فرعی. عشق است. وای نوش وای چقدر تور داره. آره ولی اینو بیشتر دوست دارم. اینو یه دونه سس یه میزنیم. پنیر مانندی هم داخلش داره. حالا ببینم مزه تخم ماهی میده. با تخم ماهی داخلشه. خیلی چیز جالبه. بیا تو من تست کنم. بیا تست بکن.
نه نه همچین مزه میده ولی اسم مختار سبزی که داخلشه خیلی چیز جالبیه. یه سبزی اصلا عجیبه، غذاهای طعمای هر کدومش یه طعم خاص خودشو داره. با اینکه مثلا مرغ داخل همش یکیه، خب به فرض مثال، ولی اصلا یه دنیای دیگه داره هر کدوم. اصلا یه دنیای دیگه. بریم میز خالی رو نشون بدیم. بریم میز خالی کنیم. خب کریم ما سفره تموم شد، همه چی رو زدیم. خیلی خوبه. عالی. کلا غذای بلوچستان چابه‌ها فوق‌العاده است. درجه 1. و بیاین برای سفر خیلی خوبه. کار من نمیدونم چون برای کار که ما نیومدیم ببینیم آقا چه کاری چجوریه، ولی تعریفی هم که دادن میگن کارش هم خوبه. آره معمولا تو جنوب کار بهتر پیدا میشه. آره ولی کار اینجا تا جایی که من شنیدم میگن برای غیر بومیا بهتره. چون شهر محرومیه، هم سمت اداره بنده رو چیزا. آره چون شهر محرومیه امکانات و شرایط پیشرفت افراد بومی اینجا پایین‌تره. به خاطر همین از افراد غیر بومی خیلی استفاده می‌کنن به جای اینکه شرایط پیشرفت برای خودشون تقریبا هم مثل بوشهر هم همین. بوشهر هم الان یه چند سال یه تغییر بهتر شده کمی بذاره. آره ولی این نبود. خب کریم بریم یه دسری هم بزنیم. دسراشو خیلی آره. می‌خوام اینم شیر بعد غذا. اون کاسه چی بود اون کاسه؟ می‌خوام اینم شیر بعد غذا چوری میشه. بریم دسر بزنیم. خب کریم چیا خیلی برام. خب یه دونه شیر پسته داریم. خب یه دونه ربری. خب یه دونه شیر مکس. خب یه دونه هم گلاب جامان. خب از شیر پسته شروع. اول من توضیح بدم. خب بفرم. اینا دسراشونه، یعنی بعد از غذای سنگین پروتئین دار و چربی که میخوری بعد کربوهیدرات ورده. آره و لبنیات همش. اینا همش با شیر و لبنیات درست میشه. به خیلی از نظرم جالبه. با شیر پسته شروع کنیم. به شروع برای پایین. یکم مایعات لازمیم. کریمی یه لحظه میخوام یه چیزی بگم. کریمی یه زمانی بگم پارادوکس تو. آره یه زمانی کریمی داخل کافه به اسم پارادوکس که همتون میشناسین آره کار میکرد و باریستا بود. باریستا بود دیگه. آره باریستا بود. یه شب یادم من اومدم پیشه، گفتی گفتم کریمی چی داری اینا؟ گفت یه چیزی برات بزنم. تو گفتی گفتم خوشمزه است. شیر پسته زدم. شیر پسته زد برام خوردم. بعدش گفتن گفت اصلا بود داخل منو نیست، خودم برات زدم فقط. خیلی منو نیومده بود. خیلی خوب. این 15 هیچونو می‌بایست اول یه توضیح بدی؟ بیا 15 هیچ اونو خودت ساختی اونا. این شادی آوره. این نگاه زعفرون تو چه؟ نه این رنگ شیر محلیه. این رنگ زردی که می‌بینیم من مطمئنم مال چربی شیره. شیر محلی خیلی من فکر کنم این زعفرون نداره. این به نظر رنگ زرد. نه زعفرون نداره. زعفرونه؟ در جریان نیستی؟ این چربی شیره. بذار من بخورم. چون من عاشق لبنیات و دوغم. خلاص دوغ. میدونم معدود آدمای اصلا نگاه لبنیاتی. اصلا نگاه تا تهش رفت. ای جان خیلی شیرینه ولی بدم شادی آوره. بده بس راحت بخور. بوی دوغ میده. بو کشک شیر محلیه. بخور. خیلی شیرینه ولی بخاطرم کم کم بخور. به طعمش دورت میاد تو دهنم. چیه؟ گردوه. اسکول پسته است. پسم. وای. طعم محلیشو گرفتی. چربی شیر. طعم چربیش فوق‌العاده است. ای بابا صبونم داریم ما. اصلا حرف نده 4 5 تا میگیری حواست از فوکات رو نگاه می‌کنی. آره دارم میگیرم. این برمی‌دارم من ازش. خب این خراب میشه الان می‌خوایم بریم. خراب میشه؟ آره شیر گرم میشه. الان میپرسم. این اسمش چیه؟ این گلاب جامان. گلاب جامان. اینم باز از شیر ساخته میشه درسته؟ آره. کلا اینجا بیس نگاه خوارزمیه. گفتن با شیر چند تا محصول میشه تولید کرد. یکم بوشو دوست ندارم. اتفاقا بو جالبیه. میگم تو لبنیات دوست نداری. آره من یکم با لبنیات. اینو بعد بکنم با دست بندازی بالا. چربا که بافتش اینجوریه. جدی؟ اوه خیلی شیرینم. شادی آور شدیده همش. من اینو تو ماه رمضان خوردم. بگی بده من برم. خیلی خوب. باب چاییه این. کرم اینا خیلی با چای میچسبه. اوه خیلی سود میکشه مغزه. اوه خیلی باله. این باب چاییه. نمیشه بیشتر از اینقدر بخوریم. جدا بیشتر از اینقدر نمیشه تو دهن بذاریم کنار چیز فستیوال.
بریم پیش ناصر حاجی ناصر چای بخوریم اینو بزنیم. خیلی خوشمزه. بعد کرم خوردن داره. دقت کردی؟ واقعا خوردن داره. برو بعدی. چون تو اینو خیلی دوست داشتی باز من اینو تست می‌کنم. آره من این خیلی ظرف اینو خیلی دوست داشتم. خب بگیر اینو. این شیرمکسه. شیرمکس. شبیه کسره. گفتش که مثل شیر برنج و بستنیه. یعنی بین این دو تاست. طعمش چیه؟ طعمش چجوری کردی خیلی داری میخوری؟ هنوز نتیجه نرسیدی؟ نمیتونم تشخیص بدم ولی خیلی خوشمزه است. خب بده من. اگه بذاری جلوم خب هم میخورم. همینجور میخوری. نه سیر میکنه نه کلا مثل تو هم لبنیات دوست داری هم اون چیزی که قوت غالبش کربوهیدرات باشه نه؟ ای جان بده من ببینم. چه بوی چه سرفته ای داره. بوی عطر یه بوی گلاب توره بوی اصلا بخور یه چیز توشه قطعا توشه. قبل اینکه بخوری باید بگم مثل کرایی انقدر طعماش تو هم قاطیه که نمیتونی تشخیص بدی. حالا بخورم. فهمیدم. اصلا هویجش به چشم نمیاد ولی طعمشو گذاشته. یه حالت مثل شل زرد سفت شده که با شیر برنج و کسر و همه شل زردی که تو شیره یه حالت کسر مانند هویجم داره. یه بوی عطر عربی چجوریه خب اگر اون بشه گلاب حالت مثلا عرق بشه بریزی داخلش بخور خیلی خوشمزه. مثلا اون سوپاری که تست کردیم. اینو فرایی میخواد تست کنه. اینو بریم. اسمش چی بود؟ ربری. فرایی میخواد ربری تست کنه. ربری هیچ ایده ای نداریم که چیه. برای خب اینم ظرف به شدت زیباست. ببینیم چه ظرف قشنگی داره. باز کن. اوه ظرف قشنگی. بو اول بوشو بگو. بوی کوزه میفهمم فقط. خب بدم. بوی کوزه است. بتا چون قاطی نشه دیگه داخل اونه. مگه بعد این شیرچایی هم بخوریم. یه کشمش اینجاست. اینا که پسته است. کشمش اگه دوست داری تو بخور. دوست نداری تو؟ نه. بوشو نمیفهمم حالا. بیا چه اساس ما همه اینا رو مامان مارمزون میذارم. خیلی این نگاه شیرین یه تکسچر جالبی داره. یه چیزی مثل ریشیش مرغ اضافه میشه خیلی باحاله. بعد نمیدونم چجوری توصیفش بکنم. همه هاشون جدیده. اصلا نمیتونم به چیز ربطش بدم حتی. که بگم مثلا این آره این اینجوریه این شبیه اونه. اصلا خیلی چیز خاصیه. همه اینا با یه چیزی درست شده. یکی انقدر فرق میکنه داره اذیتم میکنه. آره یکم از این میخوام. خیلی این فوق العاده است. من تا اولی اینو دوست داشتم بعد اینو دوست داشتم بعد این و در آخر سر این چرا؟ چون شیرینی خیلی خیلی زیاد داره و تنهایی خوردنش اصلا به شدت سخته. حتما بعد با چای یا یه چیزی که مثلا تلخ باشه بخوری که بشوره ببره پایین قشنگ. خب آقا این از این غذامون رو خوردیم. غذای محلی، غذای سیستان، غذای چابهار، غذای هند، غذای پاکستان، تمام این چیزها رو میکس وار خوردیم. دسرها هم زدیم دیگه. خوراکی دیگه فعلا حالا اگه پیش اومد چیز جالبی هست. نه برای امروز، برای امروز که تموم. امروز دیگه تمام. تا فقط یه چای می‌خوایم بریم پیش حاجی ناصر بخوریم. آره بریم یه چای پیش حاجی ناصر بخوریم و بریم پیش بچه‌ها توی محل برگزاری فستیوال گمرک قدیم کمکی چیزی لازم داشته باشه انجام بدیم که فردا دیگه
بکو برنامه شروع میشه. بکو اومدیم ساختمان چه با هم قدیمی. دیگه قشنگ داریم یه روزا صحبت دمت می‌کنیم. گرم. شاکرم. این همیشه ساختمان قدیمی اداره کل گمرک چابهار. چابهار اومدیم همونجا محل که می‌بینی برگزاری اینجا ساختمان اداره قدیمی گمرک آرزو آجناسی. بریم ساعت 6 اولین فردا آره، که فردا. میشه 24م. آره. یعنی شما روز فستیوال ویدیو رو می‌بینید. آره شما در واقع امروز عصر دقیقاً. 6 عصر آفرین. شما میتونین بیاین چابهار. آره ما فردا ساعت 6 چابهار. اولین اجرای گروه چابهار. بوشهر محسن شریفیانه. بیو. بریم داخل. خب من تا نبودی چند تا سوال پرسیدم. خب اول اینکه اون پشت کلا بک‌گرانده، یعنی آره. اونجا فقط نماه، اینجا قرار برگزار بشه همه چی، یعنی ویو میشه دریا، یعنی اینجا برگزاری مهمونا از در دو میان، از اون برمیان. چه جالب. ما فکر کردم از آره. اینجا چیز میکنن. اینا صندلی وی آی پیه، اونا غیر وی آی پیه. و دیگه حالا پشت ببینم چه دکور و تنظیماتی که تا فردا دیگه مشخص اینجا میشه. این محیطی که الان اینجا هست رو اجرا میکنن، اینجا هم که تماشاچی‌ها میشینن، او پشت بک‌گراند. چه جالب. من فکر کردم اینجا میخوان اجرا بکنن. خب اون سنده چیه اونجا گذاشتن؟ فکر کنم برای اینو هنوز نمیدونم، برای گروه تدارکات و این داستانا اینا بر باشه. احتمال زیاد. اینا هم از فستیوال موسیقی بندراتی چابهار تو همونجا اون 1400. بو میری بالا چی کنی؟ ببینم فقط. ها؟ هم بالا بالا بگیری؟ از بالا کامل بگیر ویوشو. از بالا هم کامل میگیرم. بتا تو دستبان نباشیم تا یه جایی. این هم میشه محل برگزاری فستیوال بندراتی. البته فکر کنم اینجا کلا صندلی بشه، صندلی کامل میبرن. هم از آقادیس گل که زحمت همه چی افتاده گردنش، دمش گرم. برای بچه بوشهر رو بچه جنوب ترکوندا ما بریم که برسه ویدیو فردا. آره خودمون یه ریکاوری داشتیم امروز کلا، چون ویدیو قبلی هم خیلی چیز برد، زمان برد، ادیتوی چیزاش. ما بریم یه ریکاوری داشته باشیم. بچه‌ام ریمو هم اومده، ریمو هم رسیده. حالا دیگه فردا بچه‌ها رو همه می‌بینیم. کلی برنامه داریم. صبح هم قراره بریم لنج سواری و یه سری برنامه‌ای دارن. یه سری پلنا داریم فستیوال. آره پلنا که با خود فستیواله با هم دیگه میریم و آره بریم الان استراحت بکنیم ما که فردا با انرژی چیز بکنیم دیگه. تا فردا. نه مثلا آقا دیدیم ابرو جالبی نیست. آره گفت دیگه رحیم زحمت کشید ما رو انداخت صندوق ماشینش ببره تا رحیم چطوری رحیم؟ خیلی مخلصه. چکری. خوبه؟ نگاه کن همیشه خلاقیت تو گروه لیبک زیاده. این هم از روی ویدیو ما رفتیم